مستم، مثل یه قایق شکستم که چشم رو درد دنیا بستم. چشای بسته تو کی میبینه قصه منو. تو چند بار تونستی بخونی؟ حقیقتش من 4-5 دوری مرور کردم از این کتابه. وای من فقط 3 بار تونستم بخونم. اصلا می‌خواستم بیفتم این. از این کتابه اینو خوندی؟ آره. من اینو یه 2 ماه پیش تموم کردم. تموم کردی؟ جان تو. سلام، داری چی میخونی؟ عرصه. برای چی؟ امتحان داریم. اینم افتادی. بچه ها من خیلی خراب کردم. چطور کردی؟ یه دونه غلط دارم. نخونده بودی؟ چرا بابا؟ 3 دور. چرا؟ آجی گیم نتمون نشه؟ چرایش لازمه واقعا. عالی دادم 100% پاس. مثل دفعه قبلیه 14 رو چند زدی؟ 14 داشت میگی. برگه دوم پس چی بود؟ مگه برگه دوم داشت؟ سونگیلگوک، هان هجین، کیم سونسو، جون گوانگ یول، اویون سو، هو جون هو، کیم بیونگی، ایجی یونگ، کیون میری، جین هه کیونگ. هی خوشبختی همش صبح تا شب دویدم من، حتی یک آشنا ندیدم من. به آخر این سفر میرسم کجا؟ تو منو تنها نذار ای خدا. شهر من آسمون آبی داره، روز روشن شب مهتابی داره. اگه رویای قشنگ شهر تو بره دست از سر ما برداره. آسمون اینجا خاکستریه، قصه هاش قصه دیو و پریه. آدما وقتی واسه هم ندارن، اینجا معلوم نمیشه کی به کیه. توی این شهر شلوغ یک آشنا کنارم نیست، حتی یک سرپناه واسه قلب بیقرارم نیست. نمیتونم باشم از قصه ها جدا، تو منو تنها نذار ای خدا. درد و نفرین بر سفر باد، سرنوشت این جدایی دست او بود. سلام امی، چطوری؟ خوبی؟ چطوری؟ درگیر پایان نامه‌ای؟ آره دیگه. چقدر دیگه مونده؟ آخراش با استاد صحبت کردم، گفته تا 2 ماه دیگه جمعه. ایول، من تا 2 ماه دیگه تمام می‌کنم میریم. عالی. سلام امی، کارا چطور پیش میره؟ سلام، چطوری؟ آقا من صحبت کردم با استادم، گفته تا 1 ماه دیگه جمع. قطعاً مقدمه رو تا الان نوشتم. آره ایول، من 1 ماه دیگه تمامم نام صبح میگیریم میریم شیفت. سلام بفرمایید. یه شاید از شوفا می‌خواستم. شما ممنون. چی استفاده کنم؟ هر 8 یه قاشق غذا خواهش می‌کنم. سلام. ایشون مگه ضد سرفه نمیخواستن؟ چرا؟
ملایم بود که این به عوضش دیگه جرأت نمیکنه صافه کنه. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام. یک ورق گل 2 4 خط سبز بده. نسخه ندارم همش میام میگیرم دیگه این چی چیز خواه گرفته قبلا ها برو دکتر صحبت امال ای بابا بته این نه ایشون دکتر صحبت سلام بفهم. یک ورق گل 2 سبز 4 خط بده. نسخه میخواد. نسخه نداره خب مال اسکوش نسخه بیاماز برو کلی پول ویزیت بتون که نسخه یک ورق کل نازه بده کار ما را بنداز برا چی نمینه خواه اصلا نمیشه. دکتر شرط میکنه دکتر بته من جلوشون وایستی وای نستی جلوشون دکتر چاقوشو نگاه کن مطمئنی ننخی بتی؟ نه نمیدم. شرط میکنه تو ببیری می که ببینیم حالا می ببیری خواه اینجا محله ماست میبینم. خب دکتر ببخشید من یه مشکلی دارم همش خیلی تشنم میشه. خب آب بخور. بعدی آبجی جان نگاه کنین ما خربزه که مخورم بدنم به خارش مفته چیکار کنم؟ خربزه نخور. بعدی خانم دکتر بفهم. شیش بخون لاغر رو چیز نخور که لاغر بشی. ها بعدی خانم دکتر سلام. کف دستم خیلی میخوره باید چیکار کنم؟ بخارونش. متشکرم. بعدی سلام ببخشید من جوشام میکنه خون میاد. خب نکنشون. راست. بعدی سلام خانم دکتر خسته نباشید من تمام جونم درد میکنه. این شیافه دیگه. شیافه حالا شما الان عصبانین پس من میرم بعدا میام. سلام بفرمایید. آبجی جان نگاه کن از درون دارم میترکم یک چیزی بده ما حالم برای خرابه. لطفا یک ورق دایمتون بهشون بدید. دست در نکن دکتر جان دست در نکن آبجی خدا. این شربت هر 8 ساعت یه قاشق غذا خوری می‌خوری تا خواباور هم بشه. سلام بفرمایید جان. دکتر مکمل رشدمون خوب به من میده. بله داریم. ایران خوب. چرا این خودش کچله از این میخوای دارو بگیری؟ این برند خوبیه شب یکی از این استفاده کنیم. خودت هم از همین می‌خوری. Susmaz gönlümün yarası. Çık gel Allah'ın belası. Kavuşmak öyle zor değil ki. Sadece 2 parmak arası. سلام وقتتون بخیر. یه آبرسان میخواستم. سلام خسته نباشید. یه اکسیژن 6%، یه مسواک و یه خمیردندون سیگنال میخواستم. آقا ببخشید بیدارتون کردم. یه چسب میخچه میخواستم. آره مرسی. مهندس شب بخیر. عصبی که 4 داری؟ براره گلم داداش جان خسته نمیشی خوبی؟ یک تیغ خوبی به ما بده. حالا ما با تعجب نگاه کن. علی بکشش. نگی من از این هیدروکساید و فلانه. این که ملایم بود. عوضش جرأت نمی‌کنه استفاده کنه. نه اولش من میگم تاریخ نزدیک بود. نه بگی چرا اینو؟ این شب ضد سرفه می‌خواستم. اینجا نه اینجا بیا که من این بزنم جلوت. بفهم داداش. سلام خانم یه شبت دیفینامین کمپات. یه ورق نافروکسین. خانم دکتر من یه مشکلی دارم. هی تشنم میشه خیلی زیاد. آب بخور.
مهندس یا برار گلم دسته نبشی یک تیر خوبی ما بده.